بعد از مرگم به بقیه بگو از ایدز مردم، نه سرطان. اینطوری هیچ زنی جرأت نمیکنه با پدرت ازدواج کنه. این وصیت یه مادر ثروتمند به پسرش بود. پسر جا خورد. از مادرش پرسید: چی؟ چرا؟ برای چی باید همچین دروغی بگم؟ مادر جواب داد: اینطوری همه چیز داخل خانواده میمونه و به تو ارث میرسه. یه ماه بعد اون پسر تصمیم گرفت یک کاسه نودل گرون قیمت با گوشت درجه 1 سفارش بده. وقتی پیک سفارش رو آورد، دید گوشتی که توی نودله به شدت نازک و کوچیکه. اون فوری برای شکایت از غذا زنگ زد به رستوران. مالک اونجا خیلی بیخیال گفت: خب اون گوشت دیگه، همونطور که در منو نوشته شده. پسر تلفن رو قطع کرد و رفت دم یه مغازه. نیم کیلو گوشت خرید و اونا رو ریخت توی نودل. بعد یه عکس گرفت و اونو در قسمت امتیاز مشتریا آپلود کرد و نوشت: مالک اینجا آدم سخاوتمندیه، کلی گوشت درجه 1 به مشتری میده. مردم به رستوران هجوم بردن و فقط در چند روز صدها شکایت و امتیازهای پایین ثبت شد و به مرور رستوران از اپلیکیشن حذف شد. یه سال بعد اون پسر بعد از مرگ مادرش تصمیم گرفت با ارثی که بهش رسیده بود یه رستوران باز کنه. چند روز بعد از افتتاحیه متوجه چیزی شد. سرآشپز یواشکی مواد اولیه رو از آشپزخونه کش میرفت. پسر میخواست فوری اخراجش کنه، ولی اون آشپز واقعاً با استعداد بود و از دست دادنش میتونست همه چیز رو نابود کنه. نصب دوربین ظاهر خوبی نداشت. اشاره مستقیم به قضیه هم میتونست نتیجه بدتری داشته باشه. چند روز بعد از آشپز دعوت کرد بیاد توی دفترش. براش قهوه ریخت. ازش خواست بشینه و یه پاکت هدیه بهش داد. توی پاکت $2000 پول نقد بود. با لبخند گفت: تو از روز اول با ما بودی. یه نفر گفت: یه سری چیزا رو از آشپزخونه برمی‌داری، ولی من باور نمی‌کنم. با خودم گفتم شاید روزای سختی رو میگذرونی. برای همین یه هدیه کوچیک آماده کردم. خجالت نکش، تو برای ما خیلی مهمی. آشپز از شرمندگی سرخ شد. از اون روز به بعد هیچ چیزی از آشپزخونه کم نشد و آشپز سخت‌تر از قبل کار می‌کرد. هوشمندانه ترین روش برای برخورد با آدما زور یا درگیری نیست، بلکه خوندنشونه. خوندن ترس‌هاشون، احساساتشون، انگیزه‌هاشون، عادت‌هاشون. و اکثر آدما این مهارت رو یاد نمیگیرن تا وقتی که دیگه کار از کار گذشته.